این که شما فکر کنی وقتی که به پول رسیدی و پولدار شدی میتونی با این پول پیشرفت بیشتری داشته باشی نسبت به شرایط قبلی که داشتی، همیشه صحیح در نمیاد و درست از آب در نمیاد. دقیقاً مثل رونی کولمن، این فیلمی که میبینید برای سال 2002 17 روز مونده به مسابقه مستر المپیا 2002 که فیلم برداری که ازش فیلم میگرفته میاد و داخل منزل خود رونی میشه. اینجا منزل شخصیشه تو آرلینگتون تگزاس و این اتاق هم که میبینید درش باز میشه به روی باشگاه شخصی که رونی کولمن بعد از اینکه مایه‌دار شده برای خودش یه باشگاه رو اندازی میکنه تو خونش. میگه اولوش 60-70 هزار دلار اینجا آب خورده تجهیز کردنش و دیگه هر وقت دلم بخواد هر ساعت از شبانه روز میتونم داخلش تمرین بکنم، هر موزیکی دلم بخواد گوش بکنم. کاملا شخصیه دیگه. چند بارم تو ویدیو میگه که پرسونال، یعنی اینکه خب فکر میکرده وقتی که فضا شخصی بشه کامل و دیگه کسی نباشه پیشرفتش خیلی بیشتر میشه. اتفاقا برعکس به رونی به ضعیفترین بدن مستر المپیاشو 2002 برد روی صحنه و حدود 10 پوند وزنش کمتر بود نسبت به مستر المپیاهای قبلی که شرکت میکرد. چگالی عضلاتش خیلی پایین تر بود و مطمئنا یکی از دلایلش هم همین باشگاهه، چون رونی عادت داشت به باشگاه متروفلکس اون هیاهو و شلوغی و دستگاه‌های عجیب و غریب و پرت کردن وزنه‌های فوق سنگین. خب این فکر نمی‌کرد که دور شدن از اون فضا و اومدن توی فضای به قول معروف پاستوریزه که تو خونه خودشه و با آرامش زیاد تا این حد میتونه تاثیر منفی داشته باشه و چگالی عضلاتش رو بیاره پایین. و دقیقاً 2007 هم مجدد این اشتباه میکنه. زمانی که میخواد کامبک بزنه بعد اینکه دوم میشه، 2007 هم میاد دوباره تو باشگاه شخصی خودش تمرین میکنه که اونجا هم میاد چهارم میشه. تو توضیحاتی که من میدادم خب تمرین رونی هم شروع شد. همونطور که دیدید یه ست بالا سینه با هالتر رو اجرا کرد. بچه‌ها تکنیکش رو دقت بکنید، نیمه حرکات رو اجرا میکنه، مخصوصا حرکات پرسی رو. ببینید وقتی شما کامل صاف بکنید دستتون و آرنجتون رو قفل بکنید، به یک باره اون فشاری که روی سینه هاتون میاد اگر بخواید مستقیم، یعنی فقط فشار رو روی سینه بیارید، برداشته میشه اون فشار و به قسمت روی سرشانه و همینطور پشت بازوهاتون فشار وارد میشه، یعنی تقسیم میشه دیگه، فقط روی عضلات سینه نیستش. اگر مثلا وقتی نصفه دارید اجرا میکنید 20% رو پشت بازو و سرشانه‌تون هم فشار وارد میشه، وقتی دستو کامل بخواید صاف کنید این دیگه مثلا رو سینه‌تون میشه 40%، 60% میفته رو پشت بازوها و سرشانه. خیلی دقت بکنید، تکنیک خیلی خوبیه. اگه بتونید بفهمیدش کامل، اون ارتباط رو برقرار کنید باهاش، نتیجه خیلی خوب میگیرید تو حرکات پرسی که نیمه اجرا کنید. متوجه هستید؟ و حرکت اولش هم که بالا سینه با هالتر بود تقریبا 3 ست اجرا میکنه. حرکت بعدیش زیر سینه هستش با هالتر که زیر سینه هم همونطور که دیدید داره به صورت نصفه اجرا میکنه. رونی کولمن مکس نمیکرد تو تمریناتش، متدی که حالا بعداً هنی رامبود به قول معروف جا انداخت بین ورزشکاران و یه زمانی مایک منزر، یه زمانی دوریان یتس به این سبک تمرین میکردن. رونی کلن بدون وقفه ستا رو تکرارا رو پشت سر هم اجرا میکنه، هنوزم با همین سبک تمرین میکنه. حرکت بعدش حرکت پارالل با دستگاه هست که هم به پشت بازو فشار میاره. اینجا هدف رونی پشت بازو هست و اومد اتفاقا خیلی هوشمندانه عمل کرده. اومده گذاشته حرکت سوم سینه که یک مقدار هم به عضلات سینه‌اش فشار بیاره و همون براش کافیه. یعنی به نیت پشت بازو این حرکت رو میزنه، ولی خب چون سینه هم داشته اون فشاری هم که میخواد به سینه‌اش بیاره رو با این حرکت میاره. و حرکت بعدی دمبل هستش که به صورت تک دست پشت سر. این هم حرکت خیلی خوبیه به شرطی که کتفتون رو زیادی نچرخونید بچه‌ها، چون هم خیلی فشار زیادی میاره به عضلات کتفتون، ممکنه آسیب ببینید هم به پشت آرنج. سعی کنید که همونطور که میبینید به نحوی که داره رونی اجرا میکنه، زیاد هم نه باز خیلی پایین میاره نه خیلی بالا میبره دمبل رو، توی یک قسمت نگه داشته اون فشار رو و بیشتر تمرکزش این هستش که عضله پمپ بشه و تکرارها هم پشت سر همه. سعی کنید که به همین شکل شما هم اجرا بکنید. حالا باز اگر که کسایی که آسیب دیدگی داره سرشانه هاشون یا مچ دستشون یا آرنجشون، این حرکت رو
تک دست اجرا نکنن، حداقل این که به صورت 2 دست اجرا کنن، با 2 دست بگیرید دمبل رو پشت سر بیارید اجرا بکنید، فشار بیشتری میاره. حرکت آخرش هم سیمکش ایستاده هست همونطور که میبینید و تو حرکت سیمکش هم ببینید پشت بازوها رو میچسبونه به زیر بغل و نه آرنج رو زیاد از بدن جدا میکنه نه زیاد میده رو به عقب و تو همون یک دامنه‌ای که عرض کردم، یعنی یه دامنه‌ای که نه خیلی دست رو بالا میاره نه خیلی پایین دست رو قفل میکنه، اون فشاری که میخواد و به عضلات پشت بازوش وارد میکنه. بچه‌ها تکنیک اجرای حرکات خیلی مهمه. هر چی زودتر بتونید متوجه بشید و اجراها رو صحیح اجرا بکنید، با توجه اصلا به ژنتیک خودتون، با آناتومی بدن خودتون، پیشرفتتون چند برابر میشه. اصلا خودتون باور نمی‌کنید. خیلی ها به خاطر اینکه صحیح اجرا نمی‌کنن حرکاتو فکر می‌کنن ایرادشون از تغذیه است، از مکمل، می‌بینن پیشرفت نمی‌کنن. خیلی هم زحمت می‌کشن تو باشگاه ولی به اون نتیجه‌ای که می‌خوان نمیرسن. ایراد کار اونجا اجرای حرکات هست. سعی کنید اجراهاتون رو خیلی دقت بکنید، از این ویدیوها استفاده کنید، از جاهای دیگه‌ای که کسایی که سابقه دارن توی این رشته، تجربیات دیگران، سعی کنید استفاده کنید و نتیجه خوب بگیرید. جلسه تمرینی رونی هم اینجا تموم میشه. میگم تو باشگاهش هم، تو باشگاه شخصی خودش، انصافا تمریناتش هم بچه خیلی تایم کمتری داشت نسبت به تمریناتی که تو متروفلکس انجام میداد. ببینید اینم از عاقبت پولدار شدن به ضرر آدم تموم میشه. یه عادتی که رونی تو دوران آماده سازیش همیشه و هر سال تکرار میکرده، حالا چه از قبل اینکه مستر المپیا بشه چه تا آخرین سالی که شرکت میکرد تو مسابقات، اینه که بعد تمریناتش حتما تمرین فیگور میکنه. بچه‌ها اینو حالا قهرمانای عزیزمون هم مد نظر داشته باشن. تو باشگاهی که تمرین میکنید، من اینم بگم، بزنید ایراد بچه‌ها رو بگم، یا خجالت میکشن یا نمیدونم روش مثلا روشون نمیشه فیگور بگیرن، نمیدونم چه ایرادیه. هر جا که تمرین میکنید اگه جایی داره، رختکن مناسبی داره، اتاقی داره، لخشی تمرین فیگور کنید بچهای مسابقه ای. اگر نه همونجا وسط باشگاه اجاره که پیدا کنید جلو آینه هر جلسه فیگوراتون رو بگیرید زمانی که دیگه نزدیک مسابقه است، 4-5 هفته مونده. این هم که تازه بدترین ورژن بدنش این بوده رونی، اصلا واقعا معلوم نیست این از فضای تاکسی گرفته اومده، انشالله که 100 سال زنده باشه. بعدش هم که بخواد برگرده دیگه من نمیدونم حال چند قرنه دیگه همچین ژنتیکی رو ما میخوایم ببینیم. واقعا رونی بی‌نظیر بوده. من هر بار که میبینم هنوز فیلماشو، چه از اون موقعی که نچرال بوده چه تا روز آخری که مسابقه داد تو 2007 چهارم شد، خداوکیلی لذت میبرم این بدنشو میبینم و اینکه سخت کوشی که داشته، صبر و تحملی که داشته، درس بزرگی برای همه ما که میخوایم یه شبه به همه جا برسیم، طاقت باخت نداریم، غرورمون اجازه نمیده خیلی مسائل رو تحمل کنیم. همه اینا رو ایشون به دوش خریده که شده رونی کولمن. ان شاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه این ویدیو هم. از کانال ما و پیج ما حمایت کنید. دوستتون دارم.